است. همین حالا تا الان 20 سالش 30 سالش گذشت رفت تموم شد. به همین راحتی نصفشو خوابیدیم، قرض زدیم، برای این اون زندگی کردیم، فیلمای چرت و پرت دیدیم، زندگی آدمای دوزاری رو دنبال کردیم. ولی بیاین از الان به بعد واسه خودمون بیشتر ارزش قائل بشیم، خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم. باور کنین زندگی قشنگ‌تر میشه. امتحانش کنین. تو همین الان داری نقش آدم برنده رو بازی میکنی. اگه همیشه همین کارو بکنی، محکم راه بری، محکم حرف بزنی، محکم وایسی و به خودت بگی که توی آدم برنده ای، آدم‌ها همینجوری تو رو میبینن. تو همین الان داری نقش آدم برنده رو بازی میکنی. اگه همیشه همین کارو بکنی، محکم راه بری، محکم حرف بزنی، محکم وایسی و به خودت بگی که توی آدم برنده ای، آدم‌ها همینجوری تو رو میبینن. منتظر هیچ چیز و هیچ کس نباشی. انتظار باعث ایجاد توقع میشه. این که فکر کنیم کسی از در میاد برای ما کاری میکنه، نه، همه مسائل خودشونو دارن. اگر خودمون به داد خودمون رسیدیم، به خودمون حال خوب دادیم، امید دادیم، در هر شرایطی لحظه‌مون درست میشه. زندگی بر اساس معناست. معنایی که ما میتونیم به زندگی بدیم، به پدیده ها، باعث میشه حالمون خوب باشه یا حالمون بد. منتظر هیچ چیز و هیچ کس نباشی. انتظار باعث ایجاد توقع میشه. این که فکر کنیم کسی از در میاد برای ما کاری میکنه، نه، همه مسائل خودشونو دارن. اگر خودمون به داد خودمون رسیدیم، به خودمون حال خوب دادیم، امید دادیم، در هر شرایطی لحظه‌مون درست میشه. زندگی بر اساس معناست. معنایی که ما میتونیم به زندگی بدیم، به پدیده ها، باعث میشه حالمون خوب باشه یا حالمون بد.